در برنامه امروز 20 نوامبر مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان را خلاصه کرده ایم. سلام بیننده عزیز، من مومین احمدی هستم. سرخط خبرها: دادگاه مسکو مهلت بازداشت 4 تاجیک متهم به حمله به تالار کنسرتی کراکوس را برای 3 ماه دیگر دراز کرد. روسیه سیاست استفاده از سلاح هسته‌ای را تغییر داد. ولادیمیر زلنسکی گفت پوتین در فکر صلح نیست. دختری از تاجیکستان در رشته بدنسازی یا بادی بیلدینگ قهرمان جهان شده است. می‌خواهد دیگران هم با او پیروی کنند. این نوع ورزش در جهان خیلی سربیننده و مشهور است. من می‌خواهم آن در تاجیکستان هم مشهور شود. دادگاه شهری مسکو مهلت حبس 4 زاده تاجیکستان را که به حمله به تالار کنسرتی کراکوس گمان زد هستند تا 3 ماه دیگر دراز کرد. قرار دادگاه در این باره روز 19 نوامبر اعلان شد. بر طبق آن سعید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین، دلیرجان میرزایف و محمد صابر فیضов تا 22 فوریه سال 2025 در بازداشتگاه خواهند ماند. هر 4 آنها روز سه‌شنبه زولانه به دست در مرافعه حضور داشتند، ولی در نواری که دادگاه نشر کرد تنها لحظه اعلان قرار ثبت شده است. در حمله به کراکوس در کنار شهر مسکو در روز 22 مارس امسال 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان طرح‌ریزی، اجرا و یاری در انجام حمله بازداشت کردند، ولی شبهه و گمان درباره اتهامات زیاد است. بعضی از متهمان به جنایت اتهامات را رد کردند. و یک تحقیق افکار عموم در بین مهاجران بازگشته تاجیک در روسیه نشان داده است که 12% آنها یا به سبب اخراج شدنشان از روسیه برگشتند و یا به سبب بدتر شدن احوال آنها بعد حمله مرگبار تروریستی به کراکوس. همکارم خیرامان بقازاده این تحقیقات را ورق زد و در استودیو با ماست. خیرامان، اول نکات اصلی این تحقیق را درباره مهاجران بازگشته به تاجیکستان میگفتی؟ بله مومین، در این تحقیق که سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان در بین تقریبا 2200 نفر انجام داده است، نزدیک به نصف آنها گفتند که فقط برای مدتی کوتاه و عیادت زن و فرزندان و یا والدان برگشتند و دیگر باره برای کار به روسیه می روند. در این تحقیق که تا ماه اوگوست امسال را در بر میگیرد، یک سوال مهم از مهاجران بازگشته این بوده است که سبب اساسی از روسیه به وطن برگشتنشان چی است؟ آن گونه که شما هم اشاره کردید مومین، 45% گفتند که برای عیادت و یا خبر گرفتن اهل عائله‌شان آمدند و واقعا 97% آنها گفتند که از روسیه برگشتند، بقیه ناچیز از قزاقستان و چین و آلمان. سبب‌های دیگری بازگشت مهاجران کاری به وطن مسائل عائلوی، شاید بیماری و یا کدام جنجال خانوادگی بوده است که 9% را تشکیل می‌دهد. بعداً 6% مجبور برگشتند، یعنی اخراج شدند. 6% دیگر گفتند که احوال مهاجران بعد حمله تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس بد شد، برای همین ناچار به تاجیکستان آمدند و 4% دیگر گفتند که به سبب مهاجر ستیزی و پایمال کردن حقوقشان دیگر در روسیه نایستادند. خیرامان، آیا بعد این همه عزم مهاجران برای بازگشت بر روسیه و کار در آنجا کمتر شده است؟ هنگام تحقیق از مردم مهاجر این سوال را هم پرسیدند؟ بله، تحقیق فراگیر است و این یکی از سوالهای دیگری مهم است که متخصصان با درخواست سازمان بین المللی مهاجرت از مهاجران تاجیک در چند ناحیه کشور کردند. بیشتر از نصف آنها، یعنی 53% گفتند که عزم دارند رفت و آمد بین تاجیکستان و روسیه را ادامه دهند، یعنی رفته موقتا کار کنند و باز نزد عزیزانشان برگردند. جالب این است که تقریبا هر 5 نفر یا 18% گفتند که نیت دارند به روسیه برگردند و برای دائمی در آن کشور بمانند. 16% مهاجران بازگشته گفتند که دیگر میل رفتن به روسیه ندارند و میخواهند در وطن بمانند و همینجا کار کنند. سبب اصلی هم نداشتن جای کار بوده است و تخمینا نصف یا 46% مهاجران بازگشته گفتند که جای کار ندارند. آنگونه که مومین میدانیم همین بیکاری زیاد و مزد کم در کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان است که سبب مهاجرت کاری صدها هزار از مردم تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر می شود. تشکر همکارم خیرامان بقازاده. خلاصه های اساسی یک پرسش افکار عموم در میان مهاجران کاری از تاجیکستان را خلاصه کرد.
و مفتشان ناحیه باباجان غفورов تفتیش پرونده صدمه نقلیاتی را آغاز کردند که در نتیجه آن چند خواننده یک مکتب زخم برداشتند. فلاکت هفته گذشته در حدود یک خواجگی دهقانی جماعت یاور رخ داده است. فرزان محمدی به محل حادثه رفت و از آنجا گزارش می‌دهد. روز 15 نوامبر مسافربری گروهی از طالب علمان مکتب رقم 48 دهه باغ بالای ناحیه باباجان غفورov در میدان پخته خواجگی دهقانی به نام کامرانبک به صدمه دچار شده است. یک منبع از ریاست وزارت کارهای داخلی گفت که 3 خواننده، 2 دختر و 1 پسر جراحت برداشتند و معالجه میگیرند. اکثر آنها 15 ساله هستند و به سبب نابالغ بودنشان نامناسب به آنها گفتن نمی شود. همصحبت رادیو آزادی افزود که ماشین نو پورتر به صدمه دچار شده است و به ضد راننده برای رعایت نکردن قاعده حرکت و استفاده واسطه نقلیات پرونده باز کرده می شود. والدین نورسان آسیب دیده با خبرنگاران صحبت کردن نمی‌خواهند. ساکنان دهه باغ بالا میگویند تعداد نورسان آسیب دیده بیشتر است و اکثر آنها را به بیمارخانه شهر خوجند بردند. یک پزشک بیمارخانه به شرط فاش نشدن نامش گفت در آن روز 13 نورس را به بیمارخانه آوردند و اکثریتشان بعد معاینه و توابت به خانه جواب داده شدند. آن روز این خوانندگان مکتب به میدان پخته برای چی رفته بودند؟ ما برای دریافت پاسخ به مکتب مذکور آمدیم. آموزگاران گفتند که همان روز طالب علمان برای کمک به دهقانان برده بودند تا حاصل پخته آنها در سرما حیف نشود. هنگام بازگشت صدمه رخ داده است. معلوم نیست که به مسئولان مکتب کی سپارش داده است. بچه ها را به پخته چینی بفرستند، زیرا چند سال پیش به پخته چینی فرستادن خوانندگان مکتب را رسما منع کردند، چون به گفته مقامات به رفت تحصیل آنها ضرر می‌رساند. برخی از ساکنان دهه در صحبت حضوری گفتند که کودکان را چند وقتی آخر به پخته چینی میبرند. بر اساس قانون کار نورسان و نوجوانان تا 18 ساله در تاجیکستان منع است. سازمان‌های حامی حقوق انسان بارها از تاجیکستان خواستند از کارهای وزین کودکان پیشگیری کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه باباجان غفورov. روسیه به سیاست هسته‌ایش تغییر وارد کرد و به خودش حق داد که در صورت خطر جدی به استقلال و امنیتش از سلاح اتمی استفاده کند. ولادیمیر پوتین طرح تغییر یافته دکترین هسته‌ای را روز 19 نوامبر امضا کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به اوکراین حق داد که با موشک‌های دورزن به خاک روسیه حمله کند. همکارم کیومرث سیاتا گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. روز 19 نوامبر روسیه خبر داد که اوکراین با موشک دورپرواز اتک MS امریکایی به خاکش حمله کرده است. همزمان ولادیمیر پوتین با تغییر دکترین هسته‌ای به کشورش حق حمله با سلاح هسته‌ای را داد. روسیه بزرگترین کشور دارای سلاح هسته‌ای است و پوتین تصمیم خواهد گرفت که آن را کی و چگونه استفاده کند. این تصمیم زمان اعلان شد که از جنگ روسیه در اوکراین 1000 روز گذشت. حتی در این روز خاص آنها دکترین هسته‌ایشان را معرفی کردند. چرا آنها نقشه صلح پیشنهاد نکردند؟ شما این را شنیدید، در این باره خواندید. تنها حرف از استراتژی سلاح هسته‌ای است. پوتین جنگ می‌خواهد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه که در برزیل قرار داشت گفت که امیدوار است دکترین هسته‌ای کشورش را جدی می‌گیرند. در حجت پیشینه روسیه گفته می‌شد که روسیه تنها در صورت حمله با سلاح هسته‌ای از این نوع سلاح برای پاسخ کار می‌گیرد. حالا در دکترین این نوع آمده است که اگر تهدید جدی به امنیت و استقلال روسیه و حمله کشور با پشتیبانی کشوری که سلاح هسته‌ای دارد صورت بگیرد، مسکو حق حمله با سلاح اتمی را دارد. روسیه و امریکا 88% سلاح هسته‌ای دنیا را در اختیار دارند. مقامات امریکا میگویند آنها هیچ دلیل را برای تغییر سیاست استفاده از سلاح هسته‌ای نمی‌بینند.
کیوف ماه‌ها باز از کشورهای غربی می‌خواست که برایش اجازه حمله با موشک‌های دورپرواز را به درونترین خاک روسیه دهند. روسیه گفته بود که اگر چنین حمله شد آن را حمله ناتو ارزیابی خواهد کرد. این یک رفتار بی‌مسئولیتانه روسیه است که کمک رسانی ما به اوکراین را دیگر نمی‌کند. روسیه در جبهه جنگ با اوکراین پیشرفت می‌کند. حالا نگرانی‌ها از فرارسیدن یک مرحله خطرزای جنگ بیشتر شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. یک دختر از تاجیکستان بار سیوم است که در رشته بدنسازی یا بادی بیلدینگ قهرمان جهان می شود. یاسمین النیمر که در دوشنبه تمرین می کند میگوید نظرها به بدنسازی او گوناگون است، اما برایش مهم نیست. مهم زندگی سالم و رواج دادن بدنسازی در تاجیکستان است. گزارش عبدالغنی عبدالوهاب و شهلای عبدالله را همراه می بینیم. یاسمین النیمر یگانه زن در آسیای مرکزی است که با بدنسازی یا بادی بیلدینگ حرفه‌ای مشغول است. و قهرمان 3 کاراته جهان در این رشته است. راستش رو گویم برای این کار سالهای زیاد لازم است. در 1 یا 2 سال ساختن بدن ناممکن است. خودی من 10 سال می شود که با بدنسازی مشغولم. علاوه بر این از پاور لیفتینگ یا وزن برداری هم زمینه داشتم. نزدیکانش انتظار داشتند که یاسمین طبیب می شود، ولی بعد ختم آموزش در رشته‌های رابطه‌های بین‌المللی و مالیه او رو به ورزش می آورد. خیشانم از طرف مادری همه طبیب و جراحند. همه می‌خواستند که من هم طبیب شوم، ولی من راه خود را انتخاب کردم. این نوع ورزش در جهان خیلی سربیننده و مشهور است. من می‌خواهم آن در تاجیکستان هم مشهور شود تا بچه‌ها و دختران زیاد به آن مشغول شوند. اولین پارپیف مربی یاسمین میگوید زمانی که آنها تمرین را شروع کردند نظر جامعه به این نوع ورزش چندان خوب نبود. البته نفرانی هستند که ضد اینند، به آنها نمیشود. بعضی نفران نزد من آمده میپرسند که اکای اولیم چرا شما دختران را با لباس ته‌پوش پسند نمیبرید؟ این ورزش است، کاری من است. هنوز سال 2021 وقتی که ما نو کار را سر کردیم نظرهای منفی زیاد بودند. حتی در سال 2022 وقتی ما به مسابقه ها می رفتیم شرحهای منفی بود. البته تنها در شبکه‌های اجتماعی، ولی از جانب دوستان و نزدیکان و از کمیته فقط دستگیری می دیدم. خوشبختانه حالا همه نظرها مثبت است. این خیلی خرسندی آور است. ولی به نظر قهرمان ما هنوز هم مشکلی هایی هستند که مانع رشد بدنسازی در تاجیکستانند. به نظر من در تاجیکستان دستگیری دست جمعی مشاهده نمی شود. از جمله برای بدنسازی ما در حقیقت جوانانی با استعداد داریم که می توانند نتیجه خوب نشان دهند، اما برای این نوع ورزش سرمایه گذاری لازم است. یاسمین تا رسیدن به عنوان قهرمانی از حساب خود به مسابقه ها رفته است. او بعد اولین مسابقه تصمیم میگیرد که به کارش خاتمه دهد. بعد از نخستین مسابقه که در شهر تاشکند برگزار شد، من گفتم که این اولین و آخرین برآمد من است. من دیگر نمیخواهم این همه را دوباره تجربه کنم. ولی تخمینا پس از 7-8 ماه مسابقه قهرمانی آسیا شد. اشتراک کرده مدال‌های طلای نقره گرفتم و همین طور دیگر دوام دادم. حالا او بین زندگی شخصی و ورزش دومی را انتخاب کرده است. به عقیده‌اش گرگ عاشق دیگر نمیتواند صیاد باشد. من درباره بحث کردن فکر نکردم. بسیاری ها میگویند چرا باز میخواهی ادامه دهی؟ وقتی آن رسیده است که دیگر دوام ندهی. تو عنوان‌های را که میبایست به دست آری الکی صاحب گشته ای. ولی من فکر میکنم که ما تنها نو آغاز کردیم. یاسمین در حال تصمیم گرفته است بدنسازی را رشد دهد که جامعه تاجیکستان اکثرا مذهبی و سنتگرااند و به اشتراک دختران در این گونه رشته‌ها نظری نیک ندارند. برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.